سوال دیگر برادر عزیز، میگویند که خوراک را پوف کرده خوری مکروه می شود. آیا این درست است؟ یعنی برادران عزیز، اگر در خوراک یا در آبی که می نوشیم وقتی پوف میکنی، مقصد همین را میگن که خوردنش نادرست است، آیا همین حقیقت داره یا نه؟ برادران عزیز و گرامی، در این باب بله این حدیثی داریم عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى ان يتنفس في الإناء او ينفخ فيه رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح. ابن عباس برادران عزیز رضی الله عنهما از پیامبر ما گفتن که پیامبر ما نهی کردن این که یتنفس فی الاناء او ینفخ فیه، یعنی نهی کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از انمون گوییم پوف کردنی در خوراک یا پوف کردنی در آب. از این نهی کردن که یعنی این کار شما انجام ندهید. اگر برادران عزیز و گرامی، من به شرطی که نمین ظرف آب است گرمای، اگر من میره پوف کنم اگر به شرط خودم تنها میخوردگی باشم انشالله یگان زیان ندارد. لیکن از بس که شاید همین پوفی که من میکنم همو شمالی که دهنی من میبراید یا آبی که از دهنی من میبراید در همین ظرف سبب یگان زیان و بیماری دیگرها که شود، به این خاطر پیامبر ایرا من کردن که این کار اگر به شرط از این بسیاری می نوشیدگی باشیم باید نکنیم. لیکن تنها باشم برای مثال خنک شیدنش هیچی باکی ندارد که من پوف کنم، یعنی تنها که خودم می نوشم دیگر هر زیان و ضرری هم که باشد بر خود من برای دیگران نیست. ولی پیامبر از صلی الله علیه و سلم از خوردن خوراکی یعنی گرمی که دهن ما را یا شکم ما را میسوزاند، از این هم پیامبر من کرده است. به این خاطر یک کمی همون آبی ما یا خوراکی ما همون قدری شود که مقصد ما خوردش توانیم، نه خنک شود نه گرمی بد باشد، همون میانه باشد خوریم، هم برای سلامتی ما خوبه، هم دیگر از پوف کردن از اینا هم دیگر نیازی نداره. برادرای عزیز، من وقتی گپ در سر همین طعام رفت میخوام در اینجا یک چند حدیثایی هست که در باب طعام آمدگیان. من برای شما یورا یک باره انا گوشزد کنم، زیرا که اینها هم اگر چند یکی سوال در گرد این نبود، من سوال برای شما جواب گفتم، ولی البته در روزهای روزمرتان حدیثهای پیامبر است، برای ما و شما منفعت زیاد دارد. از حدیث متفق علیه است عن عمر ابن ابی سلمه رضی الله عنهما قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. پیامبرمان میگه از برای من ابن ابی سلمه میگه از برای من پیامبر چی گفت؟ گفت که ابی سلمه گفت وقتی که دست در طعام دراز میکنی اول دست ها تا بشو. برادرای عزیز و گرامی،
من قربان این دین شم. چه یک دین زیبایی های. تمامی کار و بار ما و شما در ما را راهنمایی کردید. ببینین یکی از فضیلت و یکی از خیر این دینه که امروز برای یکی از سببهای پیشگیری بیماری ما را دستشویی میگن. پیامبرمون دائم تاکید میکنن از پیش و پسی طعام دائم دستاتون بشویید. یک معجزه برادرای عزیز. برای همین گفت دستاتون بشویید. شما دستاتون بشویید پیش از طعام خوردن. بعد از آن میگه آمدی نزد طعام در که نشستی بگو بسم الله. ولی در همین مسئله هم بسیاری از برادرها سوال میکنن که میگن اگر بسم الله الرحمن الرحیم بگوی گویا گناهگار میشیده. زیرا میگه در حدیث فقط لفظ بسم الله آمده است. برادرای عزیز اگر چند لفظ بسم الله هم آمده باشد، جناب امام نووی در نزهة المتقینش در شرح همی ریاض الصالحین آورده است که اگر رحمان الرحیم هم که اضافه شود هیچ زیانی ندارد. یعنی ما میتونیم که وقتی در طعام بسم الله الرحمن الرحیم میگه اول حضرت میگه دستات شستی بسم الله الرحمن الرحیم بگو و کل بیمینک با دست راستت بخور و کل مما یلیک و از پیشی خودت بخور. برادرها بسیار اهمیتین. همین خوراک خوردن هم نشان مانده است. دیده که بعضی آدم مقصد دست درازی میکنه پیش توقع یک کس تازه میکنه. پیامبر میگه که بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بعد از اون چیکار کن؟ با دست راستت بخور و از پیش خودت بخور. دیگر در پهلوها دست دراز نکن، از بین طعام نگیر. حدیث دیگر برادران عزیز، حضرت عایشه مادر ما روایت میکنند. حدیث ابو داود و امام ترمذی اسنادش حسن و صحیح میگن. میگد که پیامبر گرامی گفتند اذا اکل احدکم فلیذکر اسم الله تعالی فان نسی ان یذکر اسم الله تعالی فی اوله فلیقل بسم الله اوله و آخره. حضرت عایشه مادرمان میگد پیامبر گفت هرگاهی که اگر خوردید یکی از شما بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در طعام خوردن بسم الله الرحمن الرحیم فراموش نکنین. هرگاهی که میگه فراموش کردین این که گوید بسم الله الرحمن الرحیم، پس وقتی خوردین یک ناله خوردین، دو ناله خوردین، 10 ناله خوردین یا قریب به تمام شویش کشید که به یادت زد که تو بسم الله الرحمن الرحیم نگفته، میگه بگو بسم الله اوله و آخره. بسم الله اول و بسم الله آخر بگو. بعد مقصد با خوراک دوام بده. اینم یکی از تعلیمات های حالت طعام است برادر عزیز. دیگر حدیثی که امام مسلم میارد با روایت حضرت جابر میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اذا دخل الرجل بیته فذكر الله تعالى عند الدخول وعند الطعام فإن الشيطان قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند الدخول قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند الطعام قال أدركتم المبيت و العشاء. بسیار یک سخنی زیباده برادرها گوش کنین. پیامبرمون میگه هرگاهی که یکی از شما خانه در آمد، خانه میگه
فذکر الله تعالی عند دخولی. وقتی خانه در آمدی برادر عزیز، بگو که بسم الله الرحمن الرحیم بگو، میگه و بدرو. و عند طعامی، و نزد طعام دم بسم الله الرحمن الرحیم بگو. وقتی میگه تو وقتی خانه دم میدرای بسم الله الرحمن الرحیم میگوی، پاتا در خانت میمانی. وقتی که طعام پیشت میارن بسم الله الرحمن الرحیم گفته با طعام میخوری. بعد شیطان میگه برای نوکرا و شاگردا و فرزنداش چی میگفته است؟ میگفته است لا مبیت لکم ولا عشاء. میگفته است که از این خانه اکو بیرون میشیم. این مردک با بسم الله الرحمن الرحیم خانهش در آمد، با بسم الله الرحمن الرحیم خوراک آغاز کرد. اینجا در ما نه جای خواب داریم و نه در خوراک این آدم شریک شده میتونیم، نه ای خوراکش خورده میتونیم، نه در خانهش امشب خواب کرده میتونیم. یعنی اینجا دیگه جای ما نیست. با دقت باشید. و هر گاهی که میگه داخل شد خانه و لیکن بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، قال شیطان، در حال میگه شیطان چی میگه؟ ادرکتم المبیت. خرسان باشید میگه شاگرداشا، جای خواب ما نیافتیم. با یک ترک بسم الله الرحمن الرحیم برادر عزیز، الکی برای شیطان خانه تا مهمان خانه کردی، الکی برای جای خواب دادی. در دامش کو و هرگاهی که وقتی طعامش آوردنو بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، بعد اینجا با خرسندی شادی شیطان میگه فرا میگیره، خرسند میشود. برای چی؟ میگه ادرکتم المبیت والعشاء. اکو وقتاتون خوش باشه که این مردک در آمد، نه بسم الله داشت، نه نزد طعام دا بسم الله داشت. اکو ما هم جای خواب یافتیم و هم امشب مقصد شکمبکامون سیر ای حساب همین خوراکی که پیش همیده هست دیگه به حضور مقصد همیجا را برای خودمان جای انتخاب میکنیم. وقتی اینها اگر در خانه ما و تو باشن برادر عزیز، دانین که در این خانه بدبختی ای، دانین که در این خانه نافهمی ای، دانین که در این خانه جنجال ای، دانین که در این خانه طلاق ای، دانین که در این خانه عاق کردن ای، ببینید دانین که در این خانه غضب خدا ای. برای همین بسیار در این مسئله با احتیاط باشین که ما نگذاریم شیطانه که این دشمنی ما هست. خدا میگه انه لکم عدو مبین، دشمنی آشکارای شما هست. برای اینها جای نتین. برای چی پیامبر نازنین میگه در خانه دائم سوره بقره را مانین تا شیطان داخل نشود. این داخل کشید در بین ما و تو دیگر جنجال می اندازه، فکرهای ما و شما را دیگر عوض میکنه. قدم ناپاکی در خانه ما و تو بسیار بدبختی میاره. تعلیمات پیامبر برادرای عزیز به یادتان بگیرین که خانه دا که داخل شدی و بسم الله الرحمن الرحیمت باید باشه. طعام در پیشت ماندن، بسم الله الرحمن الرحیمت باید باشه. حتی ما بین میگه پیامبر ما گفته است که حضرت انس میگه حدیث امام ترمذی ای، قال علی رسول الله، میگه حضرت انس هم میدونه که 10 سال خاندان پیامبر ده بود. پیامبر بسیار دوستش میداشت. میگه برای ما چی گفت؟ گفت یا بنیه، ای فرزندک من، اذا دخلت علی اهلک فسلم یکن برکتا علیک و علی اهل بیتک. گفت انس هر گاهی که خانه در آمدی بر اهل خانواده سلام بگو. ببین وقتی من میدرم بسم الله الرحمن الرحیم میگم،
بر اهل خانوادم چیکار میکنم؟ میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه یکون برکتن لک و علی اهلک. میگه وقتی تو بسم الله الرحمن الرحیم گفتی با اهل خانوادت سلام دادی، میگه در جان خودت برکت میشود، در خاندانت هم برکت میشود. برادرای عزیز، شما میدونید کلمه برکت چیه؟ تمام خوبی ها در زیر کلمه برکت هست. ببین، شفا در همین هست، کشایش در همین هست، ببین آرامی در همین هست، وقتی خوش در همین هست. همه اینا در زیر کلمه برکت هست. برای همین شما کدام وقتی را به دست آورده میتونید؟ وقتی که در حالت در آمدن بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بگذار اونجا پدری تای، بگذار در اونجا مادری تای، بگذار در اونجا فرزندای تای، بگذار در اونجا خانومی تای، کسی باشد نباشد، تعلیمات دینی ما همین است که ما سلام تیم. بسیار از این آداب امروز دور ماندگیم، در آن را میدرویم، ممکن حقارت کرده بدرویم، ممکن در شط زده بدرویم، ممکن وارد همین خانه شدیم و اهل خانواده را حقارت کنیم. دیگر این تمیز، این اخلاق، این خصلت رذیله و حیوانی تر به یگان دیگر ترازوی دنیا چین کرده نمی شود، وزن کرده نمی شود. آدم که پاشه در خانه که مان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و حالتان خوبه؟ چی حال دارین؟ وقتاتان خوشه یا خیر؟ بهترین؟ همه تینجای؟ باید سخنهای زیبا وارد خانه شد. تعلیمات دین من همیه، تعلیمات اسلام من همیه. خب دوامی همون حدیث های طعام. حضرت معاذ ابن انس رضی الله عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکل طعاما، وقتی که میگه طعام خوردیم، فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن. برادرای عزیز، حضرت معاذ ابن انس میگه که پیامبر ما گفت که هرگاه طعام خوردی بود کردی، بعد از آن باید که شکرگزاری شکنی کو، دعاش میگه یاد بگی. انمی دعا را یاد بگیر. انمی چیزی که من میگم ببینید که کسی اگر امی کلمات میگه غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهات خداوند بعد آنه که ببین این نعمت دین بین، این مهربانی خدا را ببین، شکم به سیر می شود. همین دو کلمه را میگوی، بعد همون شکم به سیر خداوند میگه با گناهات هم میبخشم اگر همین کلمه را بگوی. همین کلمه یعنی چیان؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غیر حول مني ولا قوه. اینم قدر گفت الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غیر حول مني ولا قوه. یعنی معناش چیه؟ شما میتونید با تاجیکی هم بگین که حمد و ستایش پروردگاری را که از این طعام هایی که در پیش من بود مرا سیر کنانید، شکمی مرا سیر کرد، شکمی مرا پر کرد از این طعامی که در پیشم بود. یکم. دو و رزقنی من غیر حول منی، و خدایا پیدا کردن این نعمت هایی که در بالای دسترخانه است
اگر چنده که اینها را منم که آورده باشم، ولی این از توانایی من نیست، این عطای تو است، این دادگی تو است. من قدرت اینها را آوردن و پیدا کردن ندارم، همه این به شرافت تو است ای پروردگار. ولا قوه، این از قوت من، از توانایی من نیست. انمی کلمه را بگو، الله مهربان چیکار میکند؟ گناهات هم میبخشد. خدایا مقصد شکر گزارید میکنم که از این نوش نعمت سیرم کردی و این نوش نعمت بالای دسترخوان من قوت من نه، دانش من نه، بلکه بزرگی تو، بلکه کمک تو، بلکه یاردم تو بالای دسترخوان من آورد. میگه همین را بگو، الله مهربان گناهات مغفرت میکنه. حدیث دیگر باز در همین باب من برای شما گویم، اینها لازمه. حدیثی که جناب ابو هریره میگه، راوی حدیث امام مسلم میاره، میگه اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی و ان کان مفطرا فلیطعم. حضرت گفتن هرگاهی که شما را اگر کسی به خانه‌اش دعوت کرد اجابت کن. اگر روزدارم که باشی بره، نگو که من روزدارم کجا میرم. دعوت اجابت کن، دعوت اجابت کردن واجبه. میگه بره در همون جو ده حقش داک. اگر به شرطی که روزدار نباشی مرحمت از طعامی مهیا کردگیش تناول کن. اینم یک حدیث در ذهنتون اینم برادر عزیز بگیرید. دیگر حدیثی را که اینجا در حدیث ها خیلی زیادن برادر عزیز، من برای شما خیلی مختصر بگم. اذا اکل احدکم طعاما فلا يمضغ اصابعه حتى يلعقها او یلعقها. پیامبر میگه هرگاهی که یکی از شما طعام خوردین دستاتون میگه در مقصد کاغذ دسترخوان پلاتینسای نشکن. میگه چیکار کنین؟ میگه همو انگشتاتون بلیسین. ببینید انگشتا را بلیسین. حاضر میگه سبب شد. حضرت جابر حدیث دیگر میارد، امام مسلم میگه امر بلعق الاصابع و صحفه و قال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه. میگه پیامبر گفت که انگشتاتون را بلیسین. طبق یا هم ظرفی را که اوقات چه خوردین، خوراک چه خوردین و هم بلیسین، تازه کنین، زیرا شما نمیدونید که برکت یعنی طعام در همون ظرف یا در انگشتاتون. یعنی ممکنه ما برکتش اگر در همین دست باشه ما با کاغذ میشکیم یا با دستمال میمالیم میپرتاییمش، یعنی از برکت طعام ما خودمون رو محروم میکنیم. برای همین انگشتات میگه بلیس، ظرف هم بلیس تازه که، زیرا که تو نمیدانی که برکت طعام در کجایه. و شاعران میگفتن از آن روزی که دنیا را بنا کردن ثواب کاسلیسان را جدا کردن. یعنی کاسلیسی هم به خودش ثواب داره برادران. برای همین شما انگشتاتون رو ببین، برای همین وقتی که دستا را که تازه شستین دیگه میتونین که مثال انگشتاتون، یعنی تب دیگه خیره نمیشه انگشت خودت. پیامبر میگه بلیس انگشتت. بعضی آدم نلیسیدنش ایروی تکبریشه. بعضی ها تکبرن که حتی گویا همین قد تعبش نازکه که همه انگشت لیسیدن ده، یعنی بین که گردنش یاری نمیته. لیکن توکلی و به خدا برادران، شما از سنت پیامبر پیروی کنید، انگشتاتون رو بلیسین. از وقتش همین مردم تاجیکی ما انگشت میلیسیدن، ای وقتش توقع میلیسیدن. حتی یاد دارم بعد لیسیدن با کمی آب یا چای میریختن،
чаққа мекардан ҳамора мед ранге ки тавақ шустагӣ буд. ин нағмаҳои имрӯз дастшакиву мақсад коғазшакӣ инҳо набуданд бародар азиз. бин ҳамонҳо бо ҳамин ҳадиси пайғамбари нозанинмон онҳо амалӣ мекарданд. барои ҳамин ин ҳам дар зеҳнтон бигиред. дигар чизе ки дар ҳамин боби таом омадааст, мега ҳазрати Каъб ибни Молик мега ҳадиси муслимай мега раъайту расулаллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам яъкул биталоси асобиъ фаиза фарага лаиқаҳо. ҳазрати Каъб ибни Молик мега дидум ки паямбар ба 3 ангуштш мехӯрд. яъне хӯрдани паямбар ба 3 ангушт, яъне 3 ангушт қатӣ мехӯрданд барое ки камтар бигиранд. яъне бибинед чӣ қадар бигем акаму бисёр ба як маданияти баланд 3 ангушт қатӣ мегирифтанд мехӯрданд. саростима намехӯрданд. тамоми ангуштоншона мисол дар таом ҷо намекарданд. вақте мега тамом мекарданд ангуштоша ҳазрат худаш мелесидааст. инам дар боби мисол ҳамин таом шумо мақсад ба ёдтон бигиред. охирон ҳадисеро ки мехоҳам хонум инҷа аз ҷаноби саламаи ибни аква имом муслим ёра ҳадиси 613 ҳадиси 159 ва 613 имом муслим дамияд мегӯяд ки анна раҷулан акала инда расулиллаҳи саллаллоҳу алайҳи васалам бишимолӣ. як нафар мега ба дасти чапш мехӯрд. мо дар ибтидо гуфтем ки таома ба дасти рост бихӯред. пайғамбармон гуфтааст аз пешот бихӯр. ана мега як марда дид пайғамбармон ки бо дасти чапш мехӯрд. фақола кул бияминик. гуфта бандаи худо ба дасти ростат бихӯр. qola لا أستطيع گو نمیتونم. پیامبرمون گفت لا استطعت گفت هرگز نتونی. ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. برادرای عزیز وقتی پیامبر گفتش که با دستی راستت بخور گفت نمیتونم خورده. حضرت گفت هرگز نتانی. میگه میدونی برای چی این دعای بده کردش؟ گفت به خاطر که او از روی تکبری بود. یعنی پیامبر مقصد سخنش اهمیت نداد. پیامبر پسند نکرد. یعنی من خیلی میخوام خیلی میخورم. دستی چپ خطی میخورم راست خطی میخورم. مقصد کاری تو چیه؟ پیامبر گفت که هرگز نتانی. میگه دیگر هیچ وقت میگه با همون دستی راستش حتی دیگه برداشته به طرف دهنش برده نمیتونست.